به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما عزیزان. من جلیل سجاد هستم، نویسنده کتاب بیر پارسی. در این ویدیو قصد داریم که در مورد این آموزش جدیدی که تولید کردیم که 29 ساعت آموزش تصویری نوازندگی پیانو و کیبورد هست بر اساس کتاب بیر پارسی توضیح بدیم. کتاب بیر پارسی کتابی هست که در سال 87 برای اولین بار با مجوز وزارت ارشاد چاپ شد و ما در همان سال یک آموزش تصویری برای بخشی از کتاب با همکاری شرکت لوح گسترش سینا ضبط کردیم. اما در طی این چند سالی که گذشته و کتاب دائما تجدید چاپ شده و ویرایش‌های خیلی مختلفی خورده و بارها به سمت خوبتر شدن و اصلاح شدن کتاب پیش رفته، هم آهنگ ها جای خودشون رو بهتر پیدا کردن، نوت ها بعضیاشون بهتر شدن، انگشت گذاری ها اضافه شده و خیلی چاپ فعلی کتاب با چاپ اول تفاوت داره و خیلی بهتر از چاپ اول هست. اینه که در طی این چند سال من این نیاز رو حس می کردم که یک آموزش تصویری جدید بر اساس این ویرایش جدیدمون تهیه کنم که امسال این اتفاق افتاد و ما 3 ماه مشغول فیلمبرداری آموزش بودیم، 5 ماه ادیت و ویرایش فیلم ها طول کشید و 1 ماه هم درگیر طراحی و تولید بودیم. چند روزی هم هست که دیگه این آموزش آماده هست و در سایت jalisajjad.com شما میتونید تهیه بفرمایید. اما در این ویدیو میخوایم در مورد ویژگی های این آموزش جدید صحبت کنیم و در یک ویدیو دیگر هم در مورد تفاوت هایی که این آموزش داره با آموزش قبلی، اون آموزش قدیمی تصویریمون در واقع صحبت میکنیم. اول من خدمت دوستانی که جدید به جمع ما پیوستن و با آموزش های ما آشنایی ندارن عرض میکنم که این آموزش تصویری که مشاهده می‌فرمایید آموزش تصویری نوازندگی پیانو و کیبورد هست بر اساس کتاب بیر پارسی. خود کتاب بیر پارسی هم شیوهش همینه، یعنی شما نواختن پیانو و کیبورد را همزمان با هم از قدم 0 یا مقدماتی شروع می‌کنید یاد گرفتن. بر اساس نوت هست و به صورت علمی متد و شیوه آموزشی داره، یعنی قدم به قدم پیش میره، اما درآمیخته هست با آهنگ‌های زیبای ایرانی، خارجی و موسیقی فیلم. حالا این آموزش که تصویری هست چه ویژگی هایی داره که شما رو بی نیاز میکنه از اینکه بخوان حضوری برید کلاس و در حضور معلم این کتاب رو بیاموزید و چرا این آموزش میتونه جای یک معلم رو برای شما بگیره. اول اینکه این آموزش کل کتاب بیر پارسی هست از صفحه 1 تا صفحه 95 و تجربه 10 سال هست که من به بیش از 1000 هنرجو این کتاب رو درس دادم. همه این تجربه جمع شده و اینجا خدمت شما ارائه شده و تمام نکاتی که باید برای هر درس بدانید رو ما اینجا بهش پرداختیم. برای هر درسی ما اول توضیح میدیم که نوت‌های این درس چی هستن، در کدام اکتاو از ساز قرار دارن، روش شمارش و ضربخوانی نوت‌ها چیه، طریقه انگشت گذاری، حالا اگر که جایگزینی انگشت داره، اگر که جابجایی انگشت داره، همه اینا توضیح داده میشه. وقتی شما دست راست رو یاد گرفتید میان به دست چپش میپردازیم که اگر خواستید به صورت پیانو بزنید دست چپ شما چه کاری باید انجام بده. حالا در درس های ابتدایی دست چپ کار ساده تری انجام میده در حد توان ما، ولی هر چقدر که پیش بریم ممکنه آکوردهای حرفه‌ای تر و زیباتری هم بگیریم. هر نکته تئوری هم که درس جدید داره بهش پرداخته میشه و توضیح داده میشه. بعد در مورد اینکه حالا اگر بخوام این آهنگ رو با ریتم بزنیم چه ریتمی مناسب این آهنگ هست، مثلا میگیم این آهنگ که 3 ضربی هست ریتم والس مناسبشه.
برای سرعتش میگیم که این آهنگ رو مثلا باید از سرعت 100 تمرین کنیم تا 180 هم ببریم، ولی سرعت مناسبش مثلا 165 هست که در نهایت میخوایم اجرا کنیم با اون سرعت. اگر آهنگ نیاز داره یه صدای خاص براش انتخاب بشه، مثلا آهنگ از سرزمین شمالی رو بهتره که با ترامپت بزنیم، یا آهنگ در برابر باد رو بهتره که با فلوت بزنیم. اینها هم گفته میشه. و حتی قسمتی از آهنگ یا کل آهنگ و یا حتی اگر نیاز آهنگ با آواز هم خونده میشه در بعضی از فایل ها. در ضمن یه نکاتی هم که برای آشنایی عمومی با ساز هست هم بهش میپردازیم. مثلا میگیم وقتی میخواید ریت انتخاب کنید باید از استایل این مسئله رو شروع کنید، یا برای تغییر سرعت باید سراغ تمپو برید. یعنی نکاتی که در همه کیبورد ها مشترک هست رو هم بهش میپردازیم. زاویه دوربین رو جوری تنظیم کردیم که هر جایی که نیازه دیده بشه. مثلا در این قسمت نیاز بوده که توضیحات داده بشه کل صفحه پیدا باشه، ولی در جایی نیاز بوده که ما فقط انگشتان رو نشون بدیم، یا در جای دیگر نیاز بوده که دکمه های اورکم مشخص باشه. هر چیزی که مورد نیاز بوده بهش پرداختیم. و این فایل ها که فایل های آموزشی هست 207 عدد دقیق دسته‌بندی شده. حالا به این صورت ببینید، مثلا دیویدی اول ما، چون ما اینجا 6 عدد دیویدی داریم، دیویدی از اول تا 6. مثلا فایل هایی که در دیویدی اول هست از 1 تا 24 هستن. مثلا فایل 25 صفحه سوم کتاب تمرین 23 24 و 25، یا فایل 21 صفحه 2 کتاب آهنگ هرگز هرگز که ریتم و آکوردش در موردش صحبت شده. همه اینا در نامگذاری فایل ها با نهایت دقت رعایت شده. و چیزی که در نهایت بگم اینه که توضیحات رو اینقدر برای هر آهنگی کامل گفتم که شاید در سر کلاس هم نتونم خودم اونقدر توضیحات رو بگم، چون یه وقت هنرجو خسته میشه، یه وقت باب صحبت در واقع بسته میشه. ولی توی این آموزش تصویری اونجور بوده که خودم راضی بودم و خیلی به دل خودم چسبیده، از چیزی فروگذار در واقع نشده. و یه نکته که خیلی خیلی در آموزش مهمه و قبلا دوستان هم خیلی پیگیر این مسئله بودن، اینه که دقیقاً ما اشاره میکنیم که مثلا تمرین 1 2 3 و آهنگ عروسک برای یک هفته یا یک جلسه شماست. یعنی درس شما برای یک جلسه مشخص میشه و میگیم اینو کار کنید، وقتی خوب شد برگردید و دوباره به ویدیوها رجوع کنید، ادامه درس رو پیگیر باشید. پس اندازه درس هم بهش پرداخته میشه. در مورد کیفیت باید بگم که تمام این ویدیوها با نرم افزار حرفه‌ای ادوب پریمایر ویرایش شده. با نرم افزار حرفه‌ای ادوب آدیشن صوتش ویرایش شده که شما صدای خوب و مطلوبی بشنوید. حجم فایل ها را جوری در واقع مناسب و کوچک کردیم که هم از کیفیتش کم نشه و همین که راحت بتونید منتقلشون کنید. فرمت هم فرمت MP4 هست، یه فرمت بسیار مرسوم که بتونید فایل ها رو به موبایل منتقل کنید یا به کامپیوتر و لپتاپتون منتقل کنید و یا روی فلش بریزید و در تلویزیون های LCD به راحتی ببینید. فول HD هم هستن، یعنی حتی در LCD هم خیلی کیفیت خوبی بهتون میده. باز ما آمدیم و یک هدیه در نظر گرفتیم برای شما. در دیویدی ششم اینجا ما کل این 207 ویدیو رو به صورت MP3 هم اینجا براتون فایل هاشو گذاشتیم که اگر یه موقعی خواستید توی ماشین یا روی گوشی بشنوید و شرایط دیدن تصویر ندارید، با صوت ها بتونه روند آموزشی شما رو ادامه بده. در مورد تهیه این آموزش باید عرض کنم که شما میتونید به وبسایت رسمی جلیل سجاد که به صورت فارسی میتونید بنویسید یا تایپ کنید jalilsajjad.com مراجعه کنید و
عزیزانی که اولین بار هست میخوان این آموزش رو تهیه کنن و آموزش های دیگر ما رو ندارن، چون برای اجرای این ویدیو نیاز به کتاب دارن و باید کتاب جلوی سازشون باشه تا بتونن این ویدیوها رو ببینن و از کتاب استفاده کنن، ما خود کتاب رو هم هدیه روی خرید این ویدیو میدیم و این CD صوتی بیر پارسی که اجرای کامل تمام درس ها به صورت صوتی هست، یعنی هر آهنگ و تمرینی که در کتاب بیر پارسی هست در این CD صوتی کامل اجرا شده. ما این CD رو هم هدیه میدیم. پس شما اگر که آموزش تصویری 29 ساعت رو خریداری کنید، کتاب بیر پارسی و CD صوتی هم بهتون هدیه داده میشه. اما اگر که قبلا شما از ما بسته های خودآموز یا پک طلایی یا پک الماسی گرفته باشید، به این دلیل که اینها رو دارید و نیاز به این هدیه ها ندارید و براتون در واقع تکراری هستن و به این دلیل مهمتر که از قدیم همراه ما بودید و در واقع همراه سایت و کانال تلگرام ما بودید، ما یک تخفیف خیلی خوب براتون در نظر گرفتیم. شما به آیدی تلگرام جلیل سجاد پیام میدید و اگر که قبلا از ما بسته خودآموز یا پک طلایی یا پک الماسی گرفته باشید، ما کوپن تخفیف را که به صورت یک کد هست برای شما ارسال میکنیم. شما در سایت موقعی که وارد سبد خرید میشید و این مجموعه را انتخاب میکنید، اون کوپن تخفیف رو که وارد کنید، تخفیف بسیار خوبی برای شما اعمال میشه و ارسال آموزش تصویری 29 ساعت هم برای شما رایگان هست، یعنی هزینه پستش از طرف مؤسسه پارسی پرداخت میشه و شما فقط در آدرسی که یادداشت کردید در سایت از مأمور محترم پست تحویل میگیرید. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما.